آموزش 0 تا 100 ربات یس کوین. این صفحه اصلی ربات هست دوستان. میتونید سکه ها رو اینجا تب زدن نیست، این تب میزنی سکه ها رو نمیگیره. بعد دستتون روی صفحه اینجوری بکشید تا سکه ها، اون سکه ها به اصطلاح کلیم میشه و یک جعبه رو ما توی صفحه بعضی موقع به همون میده و تو قسمت بیلد هم که بریم میبینید سکه ها رو باید روی صفحه بکشیم تا سکه ها واسه ما کلیم میشه. این قسمت بیلد که اینجا آورده به اصطلاح یه جعبه رو میبینید، جعبه رو ما انتخاب کنیم. میان 3 تا داشتیم، الان شد 2 تا. وارد بازی که دوباره بشیم میبینیم که یک جعبه، و اگه روی جعبه بکشیم جعبه فعال میشه، سکه از بالا میاد. بعد ما این سکه ها رو کلیم کنیم و به موجودی سکمون که این بالا اینجا هست اضافه بشه. قسمت بیلد علاوه بر این چستون جعبه یه فول ریکاوری هم داره که ما اینجا این حالا 3900 به اصطلاح حد اکثر موجودی مخزنمون هستش که الان پره. اگر این خالی بشه ما اینو بکشیم میبینیم 3900 داره کم میشیم، به 0 میرسه و این قسمت فول ریکاوری رو بزنیم مجدد مخزن ما پر میشه تا 3 بار هر روز ما چست اون جعبه رو داریم و فول ریکاوری هم 3 بار. اما میبینید که من اینجا موقعی که روی صفحه میکشم مثبت 1 از یکی سکه واسه من جمع میکنه. اگر این گزینه اول رو من ارتقا بدم 200 تا سکه از من میگیره، میره لول 2 و یه دونه اینجا نوشته هر مرحله که اینو ارتقا بدم یه دونه به اصطلاح اون سکه هایی که جمع میشه یه دونه اضافه میشه بهش. الان مثلا مرحله 2 اومدیم، یکی جمع میکنه و دو تا جمع میکنه. گزینه دوم کوین لیمیت، اینو ارتقا بدیم اون مخزن ما 250 تا بیشتر میشه. یک لول دیگه ببریم بالا 500 تا اضافه میشه. متفاوت، هر لولی که میری بالاتر نیست که یک عدد ثابت مثلا 500 تا اضافه بشه، نه متفاوت. لول 3 میبینید 750 تا اضافه میشه و همین صورت رو به بالا. لول 4 1000 تا اضافه میشه و هر چقدر بریم بالاتر میزان این مخزن ما بیشتر میشه، در مقابل سکه بیشتری هم از ما دریافت میکنه. اما فیل ریت میزنیم روش میبینیم اون مقدار به اصطلاح سکه‌ای که توی صفحه میبینید. این مخزن ما موقعی که الان خالی میبینید 3809 11 دو تا داره زیاد میشه. این فیل ریت رو که ببریم بالا، هر مرحله‌ای که اینو ارتقا بدیم یه دونه به اون به اصطلاح ظرفیت پر شدن دارم 17 23 تا 3 تا داره مخزن پر میشه. این فیل ریت به این گزینه به همین خاطر هستش که ما اینو هم میتونیم افزایش بدیم، سرعت پر شدن مخزنمون رو افزایش میدیم. و گزینه آخر ربات هستش. قسمت بای بزنیم مراحل 5 لول اون رو آورده. لول اول ربات به صورت آفلاین آنلاین فقط کار میکنه، یعنی شما از بات خارج که بشید سکه واسهتون جمع نمیکنه. اما از لول 2 به بعد نوشته آفلاین هم جمع میکنه، یعنی همون مثل ربات سایر به اصطلاح ایردراپ ها که از برنامه خارج میشه، موقعی که آفلاین هم هستین سکه رو جمع میکنه. لول 2 بعد هر 2 ساعت برنامه سر بزنید، نمیصرفه. لول 3 بهترین لول این ربات هستش که هر 12 ساعت ما میتونیم به این ربات سر بزنیم و موجودی که هستش کلیم کنیم. لول 4 و 5 هم گفته برای یک هفته 30% اون مقداری که کلیم میکنه افزایش میده. لول 5 60% که اینو من توصیه نمی کنم تا همون لول 3 ارتقا بدین، خیلی خوبه. و به اصطلاح واسه لول 1ش 500,000 سکه میخواد، لول 2ش 1 میلیون و لول 3ش فکر میکنم 2 میلیون سکه بخواد. اما ربات چه تعداد سکه موقعی که آفلاین هستید، مثلا لول 3 تو 12 ساعت چه تعداد سکه جمع میکنیم بستگی به این فیل ریت شما دارین. این فیل ریت هر چقدر افزایش که بدید مقدار سکه‌ای که رباتتون موقعی که آفلاین هستین جمع میکنه هم افزایش پیدا میکنه. این قسمت بیل، قسمت فرنس هم خب لینک دعوتتون هستش که اینو برای دوستانتون، این قسمت زرد سند اینوایت رو بزن لینک دعوتتون برای دوستانتون میفرستیم و یک مقدار به ازای هر دعوت پاداش دریافت میکنید. قسمت ارن هم
چند تا گزینه داریم. اینجا دیلی کریپتو که کلیک کنیم روش، هر روز که میاین یک مقدار بهتون پاداش میده. روز یک بیگ دی هستش، کلیم کنید. یه قسمت رایگان دارین سمت چپ که به اصطلاح مشکی هست کلیم، یه قسمت هم یه مقدار سکه میدید، یه مقدار ارز میدید، ارز تون که به کیف پول تون کیپرتون وصل میشه، یه مقدار خیلی کمی ارز میدید و یه مقداری بهتون سکه میده. روزهایی که نوشه بیگ دی، روز 1، 4 و روز به اصطلاح 9 خیلی به صرفه هستش. اگه اون مقدار کمی رو تون کیپر بدید، مثلا روز 9ش که این بالا نوشه بیگ دی، یه چیزی در حدود 4-5 هزار تومن میدید، اما در مقابل چیزی حدود 6 میلیون سکه یس کوین به شما میده. این هم باید هر روز سر بزنید که برنگرد. از اول مثلا روز 4 باشید سر نزنید، برمیگرده دو روز 1 به روز 9 برسه. روز 9 پاداش خوبی رو میده و این قسمت آنبوردینگش هم به هر حال کانکت به ولت مثلا تونکی براتون وصل میشه، 500,000 سکه پاداش میگیرید، لیگتون افزایش بدید پاداش میده و تسکایی که دیگه که انجام میدید، کانال هاشو با استفاده از به اصطلاح ادلیستی که توی کانال دکتر سالار، کانال ایدراپ دکتر سالار گذاشتیم عضو بشید. توییتر ایناشون هم فیک خور هستش و کاری نداره. این قسمت بالا هم این قسمت بالانس سکهاتون نشون میده، این سیلور سطحتون هست توی بازی که اگر کلیک کنیم روش میبینید که برای ارتقا به سطح بعدی چه مقدار سکه نیاز هست. و این جوین اسکواد هم میتونید وارد یک اسکواد بشید و از مزایای اون استفاده کنید. این بالا این قسمت هم اگر ما کلیک کنیم میتونید ببینید که ریوارد هایی رو که به یک سری از بازیکن ها داده میشه. اما قسمت ارن یه گزینه این بالا داره، کانکتون ولت، که اگه ما روش کلیک کنیم به اصطلاح میبینید که به ولت ما، حالا من قبلا اینجا چون ولت رو وصل کرده بودم آورده و میتونیم به ولت ما وصل بشیم و به اصطلاح هم توی دیلی کارهای روزانه که اینجا داشت، دیلی کریپتو لول روز 9 پاداش خیلی خوبی میدم، هم در کل برای پاداش دهی میتونید کیف پولتون رو بهش وصل کنید.